أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کدام سر حد رسیدیم؟ پیشم براتون گفته بودم و امروزم براتون میگم با این خلاص نمیشیم که پوهنتون دختر لچ میره، که کورس دختر اختلاط مرد و بچه فاسق است، که یک روز مسجد به روی ندیده او 1000 قسم موبایل در جیبش است و تو دختر در اونجا روان میکنی کورس انگلیسی میخوانه. در تاریکی نماز صبح، در تاریکی شام باز میگه الله اکبر الله اکبر. دروغ نگو الله اکبر. تو الله را نمیشناسی؟ الله اکبر. کدام حکم قرآن عملی کردی؟ تطبیق کردی؟ ایمان سرش داشتی؟ عقیده سرش داشتی؟ قرآن برات میگه ولا تقربوا الزنا. تو خود دکان جور کردی، راستی تا بگو دکانه که علایده جور نکردی پس خانه؟ ای دکاندارا، ای رخت فروشا بفهمه هر زنی که اونجا لباس تبدیل میکنه شما هم در گناه قطع شریک هستی. او زن زانیه هست، او زن زانیه هست. گفتاری من نیست، گفتاری رسول الله صلی الله علیه وسلم و تو قطع شریک هستی. تو قطع شریک هستی. و دریور 20 دانه شیشه رکیده موترت گذاشتی برای تو یک شیشه عقب بکار است. در داخل چی میکنی؟ بفهمی که تو اراده زنا را داری، اراده زنا را داری. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي هريره دل میگه كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. نوشته کرده شده بالای بچه آدم نصیبش حسش از زنا و خامخا او را مییابه. پیغمبر اسلام تفصیل میکنه فالعینان، دو چشم زنا هما نظر کردن است. حالی خودش سفیدی من یک دده خو کده جماعت از پیشش میره، نماز میره، جمعه میره، او نغمه را سی کده رویسته، پیرینا و سیرینا و تیرینا و دیگه گپا را سی کده رویسته. ایش سفید و او خبیث و لعنتی با اعضای لچ خیلی زیبا و جالب، 1 روپه 1 پیسه را زن نیسته، لیکن با پودرها خود مزین کرده، انظار مردم جلب کرده، اون سی کرده رویستی. دیده رویستی. غیرت کردیم که تلویزیون میده کنیم، داخل شدی دختری جوانی چی را سی میکرد؟ کرکت را سی میکرد که اینم اینجا چوته داره. تو غیرت داری؟ دین داری؟ در کجا رسیدیم؟ فکر بکنی، نظر بکنی، سر به گریبان بکنی. غیرت کدام طرف رفت؟ همت کدام طرف رفت؟ حیثیت کدام طرف رفت؟ با سبا میایی دختر گریخته من چی کنم؟ من خود قتل میکنم، قتلش برای من جایز است یا نه؟ لعنت که الله سری تو نشود. تو چی کاری قتل کردن؟ باید تو قتل شوی. قبل از او که دختر قتل میشه تو دیوز قتل شو، باز بعد از او را قتل کن. تو زمینه را مساعد کردی، تو موبایل خلانه در دستش دادی، تو موقع و زمینه را من اسم شاهد کردی. زنی در دفتر رفت، خودی در دیگه دفتر رفتی، دختری جوانه در خانه گذاشتی. او چی کنه؟ او چی کنه؟ کدام تقواست که او را کنترل کنه؟ در کدام درس قرآن نشسته که او را کنترل کنه؟ در درس حدیث مانده شده، در درس قرآن. از روزی که نو دستی راست و شپی خودم میشناسه، فقط فیلم ها را دیده، عاشقی را دیده، گریختانده ندیده، چپکده ندیده. او چی بکنه؟ او چی بکنه؟ روزانه تو روز نیست که یک واقعی گپا واقع نشو. بازم نه غیرت است، نه همت است، نه عریضه است. اوری سفیدا برای راستتان بگویه، و امنیت و جنایا و وکیلا برای عریضه کنی سری مولایا را ببره از سری منبر تا کنه، همین کار بکنه. اوری سفیدا بره عریضه کنی که فلان جای نفر پیدا شده تفرقه انداخته کلگی حنفیست تفرقه انداخته. در حرم تفرقه نیست، در مسجد ما تفرقه نیست، در مسجد تفرقه است. سنت پیغمبر تو تفرقه میگی؟ شکایت بکنه بری
یک روز جمع نشدی ریش سفید که دختری کاکایم است، دختری مامایم است. این شبکه دیوسی برای چی جور شده که مردم دعوت میده؟ کدام روز سری کدام کورس تظاهرات شد که دمی کورس اختلاط مرد و زن است، دختر گریختانده شده، گپ خراب شده. نه، ترجمه قرآن بند کنی، ترجمه قرآن بند کنه. در رمضان مبارک 16 ریش سفید خانه میگه قرآن ترجمه نشوه. شما چی تصور داری که مردم چی بکنه؟ در روز قیامت بلا چی جواب بگوید؟ ما دختر روان کرده رایستیم، پروا نداره. دکتر صاحب محترم اتاق جدا را جور کرده، اقارب نمیمانه، ولی به استادن شوهرش از زن قدش تو تداوی علاجش بگو. چی گپ است که او را میگه تو اینجا بیشی، زن میبری، حالی معاینات میکنی و گلینش درد میکنه، تو پایش لچ کرده ای. چرا؟ یک کدام؟ ای ملت، بالله قسم کنترل از جنایات و گناه ها توسط پلیس نمیشه، توسط قانونای جدید نمیشه، توسط جریمه ها زیاد کردن نمیشه، توسط بندی خانه ها جور کردن نمیشه. گناه که کنترل میشه سریعی اندیشه و عقیده میشه. کدام اندیشه و عقیده؟ که از وحی الهی سرچشمه گرفته باشه، پر شده باشه. در پاکستان هم دکتر دیده عملیات اعلام میکنه، جماعت ترک نمیکنه. زن نه آستین خود بر میزنه، دکتر برش میگه خوری مکوا از زمین جش محکم میگیره، از سری تو چوری را تیر میکنه. و امروز کلپای تو دکتر صاحب در جهان نشر میشه که چی معامله کرده ای. گلخ از ملای ریشداری ساحر جادوگری که نام سید و ملا و میاه سری خود مانده، ولی با زنای مردم چی کار میکنه؟ او را خب بگذار، به الله حواله کنیم خلاص. کدام طرف بریم؟ این وطن چی طلب داره ای ملت؟ این وطن به چه نیاز داره؟ این وطن به دین نیاز داره، این بدن به فهم دین نیاز داره. ای ملت باید بدانه، کتاب الله را بدانه، دستور الله را بدانه، آن چیزی که الله برش امر کرده او را بدانه. این مهم است. چقدر تصمیم گرفتیم، چقدر برنامه ساختیم به می خاطر راستیتانه بگویم. اعذار شیطانی و ابلیسی را پیش کرده رایستیم. برای تعلیم دین وقت نداریم، برای تعلیم علوم عصری. دخترم دکتر صاحب میشه، نوکریش در کجاست؟ چی میکنه؟ والا بورس برش آمده، فرانسه میره. الله رحم بکنه. الله برای ما یک آیت گفتیم ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوی. کدام چیزی که سبب و ذریعه به زنا میشه شما نزدیک نشوی. راههایی که وصل میشه به زنا شما به اون نزدیک نشوی. الله تو را میگه که زنا نکو، زنا خو گناه است، گناه کبیره هست. زنا او گناهی است که الله حدش تعیین کرده، جریمه بزرگ است. قرآن گفت ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوی، انه کان فاحشة، بسیار بی‌حیایی است. نسبا مختلط میشه، غیرتا از بین میره، آلودگی زیاد میشه، ناهنجاری زیاد میشه. در دنیا هر جای که جنگ ببینی اصل عاملش ریشه آبی کنه یا مال است یا زن است. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقت خبر داد که من سری امت خود از دو چیز میترسم، یکی زنا، یکی گشادگی مال که رزقشان فراخ میشه، باز کباب میزنه، باز میره در دوبی شب میکنه. این پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش خبر داده. رسول الله نگفت که علم مرفوع میشه، قرآن حدیث علمش نمی باشه. و یثبت الجهل، جهل جا بجا میشه. چرا که علم از بین بره، جهل خامخواست، مردم نمیفهمه. امروز برادر خسار ایور خفه میشه
که زنید بیادر به من دست نداد. اوه دوست خانه دوست میره، من دیگه قطع از آدم دوستی نمی کنم. چرا؟ زنش برای ما مانده نباشی نامد، مانده نباشی نگفت، روی خود است پیش من پنهان کرده. خوب با کدام دین استی؟ این گپا را که کسی میگفت فقط یک سوال است پیش بکنی، یک سوال، با کدام دین استی؟ خلاص اگر به دین اسلام استی دیگه راهی نداری، اگر نه که دین از خود جور کرده ای. ما دل ما پاک است. خب الله دلی تو را خبر نداره که امر برات میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دیوانه است که برای تو امر میکنه. یادتان باشه این گپا سخت منافات با تعلیمات الله داره، با تعلیمات رسول الله داره. تو نادیده میگیری فرمان الله را، نادیده میگی تعلیم رسول الله را. جنگ کفر و ایمان جان بکت جا خیزی جنگ کفر و ایمان لا